الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 34 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین است و ان شاء الله تعالی در این حلقه در بالای دو موضوع با شما صحبت خواهیم کرد. در موضوع ملائکه ها که علما میگن که اینجا چخیلی که در این کتاب آمده است کرامان کاتبون میگند، و موضوع دومی ما در مسئله دوباره از قبر بیدار یا زنده شدن چگونه که الله سبحانه و تعالی خواسته باشد. پس بارک الله فیکم. ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی رحمهم الله در کتابشون، یعنی در همون اصل السنه و اعتقاد الدین، میگویند والکرام الکاتبون حق. کرام الکاتبون حق هستند. یعنی ما ایمان می آوریم به ملائکه ها و از ملائکه ها به کرام الکاتبون. مراد از ملائکه ها یعنی ملائکه هایی که کرام الکاتبون، ملائکه هایی که نیکی های انسان و بدی های انسان را هر لحظه می نویسند. بله، ما اقرار میکنیم، ما تصدیق میکنیم و ما ایمان می آوریم که ملائکه های خاصی هستند که اینها را الکرام الکاتبون گفته می شود که هر عملی ما را می نویسند، عملی نیکی ما و عملی بدی ما را. انسان هایی که یک ذره نیکی کرده اند نوشته می شود و انسان هایی که یک ذره بدی کرده اند نوشته می شود. بله، ملائکه هایی که موکل به بالای انسان شده است بسیار هستند. ملائکه هایی که گناه را می نویسند، ملائکه هایی که نیکی را می نویسند، ملائکه هایی که به انسان کمک می کنند، انسان را یاردم می کنند، در بعضی حالت ها کارش را به طرف خوبی می کشانند. سبحان الله، ملائکه در حق هر انسان وجود دارد. علما میگن ملائکه هایی که خاص برای یک بنده هست بنیاد زیاد است و بالعموم همین ملائکه ها که خاصی بنده هست به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول ملائکه هایی که اینها را گفته می شود ملازمون، یعنی همیشه با همراهی بنده هستند، بمانندی نویسنده ها، دو ملائکه که می نویسد، بمانندی حفظ کننده ها. این ملائکه ها همیشه با همراهی بنده هستند و از بنده جدا نمی شوند. نیکی بنده و بدی بنده همه کارهای او را می نویسند. چلی که الله سبحانه و تعالی در سوره قاف آیه 18 میگوید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک لفظی را از سخن نمی کنید، هر لفظی که هر سخنی که می کنید مگر اینکه در نزد شما یک رقیبی از شما را رقابت می کند. نیکی و بدی سخنهای شما را می نویسد. اما عملهای مباح، عملی که حرام نیست، حلال است، مباح است، جایز است، بمانند نوشیدن چای، خوراک خوردن از چیزهای حلال، خوب رفتن، اگر حلال در درجه حلالیش باشد این چیزها نوشته نمی شود. ملائکه چرا می نویسند؟ فقط کار ثواب شما و کار گناه شما را، اما مسائل مباح نوشته نمی شود. خیلی که معنای همین حدیث از ابن عباس رضی الله عنهما
روایت شده است و ابن ابی حاتم هم روایت میکنند. خیلی که در کتاب الدر السنور، در المنثور مجله 13 صفحه 621 استذکار محمد ابن عبدالبر و تمهید ذکر شده است. ملائکه هایی که همیشه با همراهی انسان هستند، کرام الکاتبون، حسنات شما، نیکی های شما و بدی های شما را می نویسند، اینها به انسان بالغ همیشه هستند. انسانی که مکلف باشد، عقل داشته باشد، اما مجنون باشد، عقل داشته نباشد، یا که کودک باشد و این هم به درجه مکلفی بلاغت نرسیده باشد، این ملائکه ها با همراهی او 100% همیشه همه کار او را نمی نویسند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مقصد از نوشتن ملائکه ها این حساب کتاب است که روز قیامت شما جواب باید بدید. اما وقتی که یک مجنون است، قلم از بالای مجنون برداشته شده است، قلم از بالای کودک و قلم از بالای کسی که خواب هست برداشته شده است. از همین جهت ملائکه ها این سه طایفه رو نمی نویسند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن رفعت الاقلام عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يبلغ. آدم خواب، آدم مجنون تا صحت شدنش و آدم یا یک انسان کودک تا به بلاغت رسیدنش، اینها رو قلم نمی نویسد. معنیش چی؟ ملائکه‌ای که می نویسند در اینها وجود ندارد. و بعد از این ملائکه‌ای گفتیم قسم دوم حفظ وجود دارد. ملائکه‌ای حفظ، ملائکه‌ای که بسیارتر با همراه انسان هستند و در بعضی حالت‌ها غیر، یعنی همیشه با همراه او نیستند. این ملائکه رو معقبات گفته میشد. خیلی که الله در سوره انفطار آیه 10-11 میگه و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، یعنی همانو که البته بر بالای شما ملائکه هستند که شما را حفظ میکنند، یاردم میکنند، حفظ میکنند و اینچنین کراما کاتبین هستند. این دومی ملائکه کراما کاتبین. پس این ملائکه ها همیشه با همراهی انسان‌های عاقل بالغ هست و بالخصوص کراما کاتبین. با آیات قرآن ببینید ثابت است که کراما کاتبین ملائکه‌ای که شما رو همه عمل‌هایتان رو می‌نویسند. ابن عباس رضی الله عنهما میگویند خیلی که در تفسیر ابن جریر الطبری مجله 13 صفحه 458 و ابن ابی حاتم مجله 7 آمده است، در زیر این ابن عباس رضی الله عنهما میگن که ملائکه یحفظونه من بین یدیه و من خلفه فاذا جاء قدره خلوا عنه و این علیکم لحافظین، همانا برای شما حفاظت کننده ها هست. اینها میگن ملائکه ها هست که شما را حفظ میکند، نگهداری میکند از این طرف و آن طرف، از پیشتون و از پشتتون. اما وقتی که وقتی معینی تقدیرتون میاد، وقتی مرگ میآید، شما را حفظ نمی کنند و وقتی مرگ یک حادثه میشد وفات میکنند. انا این دو نمودی ملائکه ها است که همیشه با همراهی انسان است. این را ملازم میگند، ملازمین. اما ما باید ایمان بیاریم، یعنی اقرار کنیم به این خبرهای الله، تصدیق کنیم، ایمان بیاریم. ایمان آوردن به ملائکه رکن از رکنهای ایمان آوردن ششگانه است. رکن ایمان چند تاست؟ ایمان به الله، ایمان به ملائکه ها، همین دومین ایمان. وقتی که ایمان به الله آوردی باید ایمان به ملائکه بیاری، ایمان به رسول، ایمان به کتاب ها، ایمان به روز قیامت، ایمان به تقدیر نیکی و بدی. اینها 6 رکن ایمان و این از قولی قلب است. کسی که ایمان به ملائکه ندارد این کافر است، مسلمان نیست، زیرا که رکن ایمان را ندارد، قول قلب را ندارد. پس این یکمین قسمی ملائکه ها. قسم دومی ملائکه هایی که همیشه با همراهی انسان نیستند، ملازم انسان نیستند، مثل کراما کاتبین یا که مثل حفظه همراه انسان نمیگردند. به مانند ملائکه های لیل و نهار. یعنی ما ملائکه قسم اول گفتیم ملائکه دو قسم میشوند. خوب دقت بدید، ملائکه هایی که ملازم همیشه با همراه یعنی انسان هست.
اما اینها معقبات گفته نمیشد. ما در کمی پیشتر گفتیم معقبات گفته نمیشد. اینها ملائکه های ملازم گفته میشد. همیشه با همراه انسان است، کراما کاتبین یا ملائکه‌ای که انسان را حفظ میکند. قسم دوم ملائکه را اینها غیر ملازم هستند، همیشه با همراه انسان هستند، لیکن اینها معقبات گفته میشن. ملائکه معقبات، ملائکه ملازم یکم قسم، ملائکه معقبات دوم قسم. اینها را علما میگن تسمى معقبات. چه که الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره رعد آیه 11 میگه له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. برای او معقبات است، از پیش از پشتش او را حفظ میکنند از امر الله سبحانه و تعالی. معقبات یعنی چی؟ کلمه معقبات یعنی علما در زبان عربی میگن که المعقبات یعنی يتعاقبون لا يدوم الواحد منهم وهم يحمدون العبد ويحفظونه بين وقت وآخر وفي مكان دون آخر ويعين الله أولياءه بهم بالتسديد والهداية والكفاية والوقاية. الله أكبر. ملائکه هایی که یک انسان را پیگیری میکنند، از پیشش و پشتش او را حفظ میکنند، اما حفظ کردنشون همیشگی نیست. در حالتهای ضروری می آیند و نگهداری میکنند، حمایت میکنند در یک مکان، در یک وقتی. و الله بنده موحد و مؤمنش را به واسطه این ملائکه ها کمک میکند، هدایت میکند، سبب هدایت میشود و کفایت و وقایت میکند. الله اکبر. اما این ملائکه ها همیشه با همراهی انسان نیستند. در حالتهای ضروری الله اینها میفرستد، بنده مؤمن و موحدش را نگاه میکند یا که بگیم کمک میکند به امر الله سبحانه و تعالی. انا این است ایمان آوردن به ملائکه که ما باید ایمان بیاریم که ملائکه های هستند که ما را می نویسند، همیشه با همراه ما هستند، و باز ملائکه های خاصی هستند که در حالت های ضروری الله سبحانه و تعالی برای حفظ ما اهل توحید، حفظ مسلمین و مؤمنین میفرستد. و این نمود ملائکه ها قسم دوم معقبات برای حفظ کردن بنده می آیند وقتی که الله امرشون کرد. بعضی این ملائکه اومده 1 ساعت شما رو حفظ میکند، بعضش 1 روز شما رو حفظ میکند، بعضش شما رو 1 شب حفظ میکند و همچنین بعضش زیادتر و بعضش کمتر، چقدر که الله امر کرده باشد. و این به مقداری خودی ایمان بنده، توحید بنده، به مقدار صلاح بنده است. هر کسی که به یک منزل می آید از الله طلب کمک میکند، پناه به الله میبرد، الله او را حفظ میکند تا همون زمانی که از این منزل بیرون شود به او ملائکه را میفرستد که حفظش بکند. کسی که پیش از خو رفتنش دعای خوابش را میخواند تا پگاه روزی الله ملائکه را به او میفرستد که حفظش بکند. بعضی از ملائکه به سبب دعای پگاه روزی شما تا بیگاه شما را حفظ میکنند، بعضیشون از بیگاه تا صبح، بعضی هاش فرزندهای شما را، خانه و در شما را، مال و ملک شما را بعضی ملائکه حفظ میکنند به سبب اینکه شما انسان صالح هستید. و بعضی ملائکه ها هستند که می جنگند و جنگیده بودند با همراهی پیامبر صلی الله علیه وسلم و با همراهی صحابگان در غزوه ها، خیلی که معروف است. ما باید به همه این ملائکه ها ایمان بیاریم. ملائکه هایی که نام دارند و ملائکه هایی که نام ندارند. ملائکه هایی هستند که بارک الله فیکم نام دارند و نامشون معروف است، بمانند جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت یا منکر و نکیر، یا ببینید کرام کاتبون. همه این ملائکه‌ای که به صفتشون و به نامشون ذکر شده است ما باید ایمان بیاریم، باور کنیم، تصدیق کنیم، اعتماد کنیم و 100% تصدیق و اقرار بکنیم که بله همین ها ملائکه الله سبحانه و تعالی هستند. اما ملائکه هایی که نام هایشون ذکر نشده است و صفات هایشون ذکر شده است به صفات هایشون و باقی مانده بعد از این
همه ملائکه ها به همه ملائکه ها ایمان بیاوریم. بارک الله فیکم. انا این است ایمان آوردن به یکی از رکنهای بارک الله فیکم این ایمان است. ایمان آوردن به یکی از رکنهای ایمان. بارک الله فیکم. بعد از این میگذاریم به مسئله دوم. مسئله بارک الله فیکم ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ. الرازیان میگویند که والبعث من بعد الموت حق. دوباره زنده شدن بعد از مرگ حق است. یعنی ایمان می آوریم، تصدیق می کنیم، اقرار می کنیم، اقرار می نماییم که ایمان آوردن بعد از مرگ، زنده شدن بعد از مرگ حق است. حیاکم الله. پس این هم یکی از بگویم رکنهای ایمان است. یعنی ایمان آوردن به روز آخرت. ایمان آوردن به روز آخرت یکی از مهمترین رکنش انا همین ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ است. کسی که به زنده شدن ایمان نآورد پس به روز قیامت ایمان ندارد. کسی که ایمان ندارد که دوباره انسان زنده می شود پس این انسان نه به حساب کتاب، نه به عذاب روز قیامت، نه به میزان، نه به صراط، نه به جنت و نه دوزخ، به هیچ چیز ایمان ندارد. ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مرگ را کسی انکار نمی کند مگر هم همون کسی که کبر دارد، مکابر است. الله سبحانه و تعالی شما را از چیزی نبود به وجود آورد و دوباره زنده کردن برای الله آسان است. هر کسی که ایمان به خلق، به وجود آمدن و به خلق شدن داشته باشد او بار دیگر ایمان می‌آورد که الله قادر است و زنده می‌کند بعد از مرگ. در سوره یاسین آیه 78 79 نظر کنید که الله میگه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اونها گفتن که کیست همون کسی که زنده می کند استخوان‌های پوسیده را. یعنی گمان کردن که انسان در قبر پوسید نابود شد، کی این رو دوباره زنده کرده می تواند؟ الله گفت که بگو زنده می کند همان ذاتی که در اول یکم مراتبه اینها رو ساخته بود و به وجود آورده بود. و الله به همه خلقش داناست، علیم است. سبحان الله. پس ببینید ذات یگانه که الله هست وقتی که یک نفس رو خلق کرد قادر است که هزارها میلیاردها خلق بکند و ذاتی که انسان رو خلق کرد بعد از مردن دوباره زنده کردن باز آسان‌تر است. بارک الله فیکم. پس بله و ربی لتبعثون، بله ای رب من حتما تو ما رو زنده میکنی. قل ای و ربی انه لحق، بگو بله ای رب من البته که زنده شدن دوباره در روز قیامت حق است. بارک الله فیکم. معنای بعث الله در قرآن ذکر میکند به اسم بعث، بازگشت، روبرو شدن، زنده شدن، بیرون شدن از قبر، نشور، دوباره به حالت اول بازگشتن و رد شدن، مسیر، معاب، حساب، به همه این معناها می آید. زنده شدن در روز قیامت، در روز آخرت. والموت یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، همه مرده ها را الله دوباره زنده می کند و به سوی الله همشون باز می گردن. سوره انعام آیه 36. و ان الله یبعث من فی القبور،
همانا که البته الله بیرون میکند و زنده میکند هر کسی که در قبرها است. سوره حج آیه 7. و الله میگه ثم انکم یوم القیامه تبعثون. سوره مومنون 16. البته که شما در روز قیامت دوباره زنده میشوید. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا. کسایی این کار کردن گفتن که نه الله زنده نمیکند، اما الله میگه که بله وعدا علیه حقا. الله به شما وعده میده، وعده حقی شما را حتما زنده میکند. بازگشت شما به سوی الله هست. شما به این دنیا به خاطر امتحان آمده اید. شما به این دنیا به خاطر تحقیق توحید آمده اید. شما به این دنیا به خاطر عبادت آمده اید، به خاطر سنجش آمده اید. فریب نخورید. مبادا نشود که شیطان شما را از مقصد اساسی دور بکند. اما افسوس که و قلیل من عبادی الشکور، کم هستند از بندگان الله که موحد هستند. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان نمی آورند اکثر انسان ها به الله مگر اینکه آنها مشرکند. یعنی بسیاری انسان ها در این دنیا مشرکند. الله در قرآن چقدر زیاد گفت که اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون. بسیاری هاشون نمیدانند، بسیاری هاشون نمیفهمند، بسیاری هاشون اندیشه نمیکنند. بسیاری انسان ها گمراهند. در حالتی که من و شما به خاطر عبادت آفریده شدیم، به خاطر تحقیق توحید یگانه الله را عبادت کردن آفریده شدیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکردم انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر عبادت. شما باید بدانید که این دنیا گذرا هست. شما برای امتحان و سنجش آمده اید که الله را عبادت میکنید یا که غیر الله را. الله را اطاعت میکنید یا که غیر الله را. دنیا را آیا از آخرت پیش میگیرید یا که آخرت را به دنیا. انسان های بسیاری هستند که فریفته این دنیا خوردند و حتی بر روز قیامت دوباره زنده شدن ایمان قوی هم ندارند. زیرا که هر کسی که ایمان قوی، ایمان صادقانه و مخلصانه، یقین با یقین دارد، یعنی 100% باوری دارد که روز قیامت زنده می شود، حساب کتاب می شود، در این دنیا هیچگاه وقتش را بیهوده و به گمراهی و به شرک کفر خرافات دنیا و غلامی نمیگذراند. عبادت الله را انجام میدهد، حق را چنگ میزند، به خاطر کسی، به خاطر دیگر انسان خود را جهنمی نمیکند. از همین جهت میگن که بدبختترین انسان کسی هست که دنیایش را به آخرت چی کند؟ آخرت را به دنیا عوض بکند. یعنی دنیا را مقدم از آخرت داند، آخرتش را به دنیا بفروشد. و از این هم بدبختتر انسان کسی هست که دینش را به خاطر دنیای دیگر انسان بفروشد. امروز انسان های هستند که انسان های به عقل هستند، خود را به عقل میگند، اما به خاطر یک انسان دیگر بیگانه شده دین خود را به دنیا عوض میکنند. به دنیای خود نه، به دنیای دیگر کسایی که امروز مخلصی دموکرات ها هستند، کسایی که امروز مخلصی حزبی ها هستند، حزبی دموکراتی، کسایی که امروز مخلصی مدخلی هستند، این انسان ها دین خود را به خاطر انمی مدخلی، به خاطر حزبی ها، به خاطر این دموکرات ها، به خاطر طاغوت ها فروخته ایستادند، عوض کرده ایستادند. روز قیامت وقتی که میروند فایده ندارد، گریه و نالهشون فایده ندارد. اینها به عقل ترین انسان هستند که دینشون را به خاطر کیف و صفای دیگر انسان ها میفروشند. دیگر انسان ها کیف و صفا کرده گشتند، اینها دینشون را میفروشند. الله المستعان، الله المستعان. خدای الله کمک کننده است. الله نجاتشون میدهد. پس این یکی از رکنهای ایمان است که ما باید ایمان بیاریم، اقرار بکنیم، تصدیق بکنیم، هم به زبان، هم به دل، هم به جسم، به قول زبان، به عمل زبان، به قول دل، به عمل دل و به عمل جسم. الله وجود دارد، یکتا است، یگانه است. ملائکه ها وجود دارند، رسول هاش را الله فرستاده و به دیدار الله ایمان بیاوریم. ایمان به روزی زنده شدن
در روز آخرت بیاوریم. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن. یک مرد اومد به نزد رسول الله گفت مل ایمان یا رسول الله، ایمان چیست؟ خیلی که امام بخاری و مسلم روایت میکنند. پیامبر گفتند ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و رسله و لقاء و تؤمن بالبعث الاخر. ایمان این که ایمان بیاوری به الله و به ملائکه و به رسولش و به دیدار الله و ایمان بیاری به اینکه دوباره در روز آخرت زنده میشوی. اما وقتی دوباره زنده شدن، وقتی روز قیامت را آیا کسی میداند؟ هیچ کسی نمیداند بجز الله. و عنده علم الساعه، علم ساعت، علم روز قیامت، علم حساب کتاب، علم دوباره زنده شدن، این فقط در نزد الله است، فقط خودی الله میداند. بارک الله فیکم. پس کسایی هستند که انا همین ایمان آوردن به روز قیامت یا که دوباره زنده شدن رو انکار کردن. اینها کی هستند؟ اینها را علما میگن فلسفه هستند، فلسفی ها، یا بسیارتر به علم کلام و منطق اینقدر غلو کردند که به این چیزها ایمان نآوردند، انکار کردند. یا که دهری ها، مشرکینی که دهری هستند، اینها اقرار میکنند اصل خلق را، اما دوباره زنده شدن و حساب کتاب را انکار میکنند. پس ما ایمان می آوریم هم به ملائکه ها و هم به روزی دوباره زنده شدن، و ایمان می آوریم که الله سبحانه و تعالی این ملائکه ها را از نور خلق کرده و انسان ها را از بارک الله فیکم خاک خلق کرده و جن را از آتش خلق کرده، شیطان را. ایمان باید بیاوریم که ملائکه از نور خلق شده است، انسان ها از خاک و جن ها از آتش. انا این بود موضوع یک دیگری که امروز ما باید در بالاش صحبت میکردیم. بارک الله فیکم.